به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به اطفال نازنین، سلام به دخترها و بچه های خوب، سلام به شاگردان زحمتکش. خوش آمدین به یک روز جدید و همچنان ساعت درسی جدید. خب شاگردکای خوبیم، درس گذشته رو با صدای بلند خواندین. آفرین به شما. و همچنان یادتان هست که درس گذشته چی بود؟ بله، او چی بود؟ تلفن بود. میبینم که یادتان هست. ما فهمیدیم که تلفن چی است؟ بسیار یک شی ضروری و مهم و او باید چی شود؟ استفاده درست از تلفن شود. وقتی که به کسی زنگ میزنیم اول باید چی بگوییم؟ بله، سلام بتیم و بعد از او در تلفن کوتاه و مختصر صحبت کنیم. بعد از او چی کار کنیم؟ بله شاگردکای خوب، زیاد در تلفن گپ نزنیم. اگر کسی به ما زنگ بزنه باز تلفن مصروف نشان میده. پس بهتر است همیشه از تلفن مفید، مختصر و کوتاه استفاده کنیم. خب شاگردکای خوبیم، این درسی چی ما بود گذشته؟ تشکر از کسایی که کار خانگیشون به ایمیل آدرس ما روان کرده بودن. من دیدم زیاد خوش شدم. بسیار درسایتان خوب نوشته کرده بودین. خب شاگردکای خوبیم، بریم به چی؟ بله، و درس جدید، درس بسیار خوب. بیایید که شروع کنیم. درس خوب چی هست؟ خوب بودن یعنی چی؟ بیایید که شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صنف سوم، مضمون دری، درس 35، صفحه 70 و 69 کتابتان. عنوان چیست؟ بله، عنوان ما امروز برق است. ما چی میخوانیم؟ برق. پس بیایید که شروع کنیم. صفحه 69 کتابتان رو شاگردای خوبیم باز کنید. خب شاگردای خوبیم، در تصویر صفحه 69 کتاب شما چی میبینید؟ بله، ما برق یا وسایل برقی رو میبینیم. مثل چی؟ پکه، اتو، آب گرم کن. دیگه چی؟ گروه، کامپیوتر، تلویزیون، رادیو. خب شاگردای خوبیم، اینا وسیله ها با چی کار میکنن؟ بله، با برق کار میکنن. خب شاگردای خوبیم، در مورد فواید برق چی میفهمید؟ برق چی فایده داره؟ زیاد فایده داره. بیاین که با خواندن کتاب پس بیشتر میفهمیم که برق چی فایده ها داره. بیاین که شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برق خانه های ما را روشن میکند و در زندگی ما اهمیت زیاد دارد. برق کامپیوتر، تلویزیون، یخچال، اتو و سایر وسایل برقی را فعال و روشن می‌سازد. اما متوجه باشین که از مصرف بیجای برق جلوگیری کنیم و هیچگاه به سیم‌های برق دست نزنیم. چرا؟ که خطر دارد و سبب مرگ انسان می‌گردد. خب شاگردکای خوبیم، متن درس امروز کوتاه بود اما مختصر و مفید بود. چی گفته بود؟ بله، برق سبب روشنایی خانه ها می شود و توسط برق شما می توانید رادیو، تلویزیون، تلفن، دیگه چی؟ بله، گروه خانه، گروه هر جای دیگر را می توانیم چی کنیم؟ روشن بکنیم. از برق بسیار استفاده های دیگه هم میشه و برای انسان ها بسیار چی داره؟ فایده داره. اما یاد ما باشه همین قدر که فایده هم داره میتونه ضرر هم داشته باشه. شما کودکان و نازنینا باید چیکار کنین؟ بله، شما اطفال نازنین نباید به برق و یا سیمی که لوچ باشه دست بزنین، یا سیمی که پوست نداشته باشه، پوش نداشته باشه، نباید به او دست بزنین. دیگه چی؟ همیشه ساکتای برق ما را بلند از دست کودکان بسازیم، به خاطر که کودکا، طفلکا دست خود مامین ساکت برق نکنن. خب شاگردکای خوبیم، دیگه چی کار کنیم؟ بله، در جایی که سیویچی خراب است زود بوره پدر جان و مادر جان بگوییم که جورش کنن و یا زود تعمیرش کنن، به خاطری که سیویچی خراب هم باعث چی میشه؟ برق گرفتگی. اگر کسی را برق بگیره چی میشه؟ بله شاگردکای خوبیم، برق باعث مرگ انسان ها میشد و اگر برق زیاد قوی باشه اما برق ضعیف انسان را باعث مرگش نمیشه. خب شاگردکای خوبیم، ما فهمیدیم که برق در زندگی انسان ها بسیار چی داره؟ فایده داره. با برق میتونستیم چی؟ بله، تمام وسایل روشن کنیم، وسایل برقی را البته. خب شاگردکای خوبیم، ما فهمیدیم برق در زندگی ما زیاد اهمیت داره. بریم به چی؟ به فعالیت کتاب. با خواندن متن درس گوش فرا دهید. متن درس را با آواز بلند بخوانید. کلمه های دانشمند، زندگی، انسان و هلاکت را در جمله های مناسب به کار برده روی تخته بنویسید. درباره اهمیت برق در زندگی روزانه یک جمله ساده بگویید. جمله های نامکمل زیر را در کتابچه خود نوشته و آن را با کلمه های داخل چوکات تکمیل کنید. برق مصرف ادیسون. برق به وسیله کشف گردید. از بیجای جلوگیری کنیم. خب شاگردکای خوبیم،
من به شما میگم که برق کیش کشف کرد؟ بله ادیسون کشف کرد. خب شاگردای من، ادیسون چطوری برق کشف کرد؟ میفهمید؟ بسیار تجربه کرد، کوشش کرد، کار کرد، از صبر و حوصله کار گرفت. چقدر؟ بلکه 1000 دفعه و بیشتر از 1000 دفعه تجربه علمی انجام داد تا اینکه موفق شد چی بکنه؟ بله برق اختراع بکنه. خدا کنه که درس خوب فهمیده باشین. خب در فعالیت به ما چی گفته بود؟ درس با صدای بلند میخونید. بله پیش پدر جان و مادر جان، خواهر برادرتون درس با صدای بلند میخونید. کلمه ها را چی میکنین؟ کلمه های دانشمند و زندگی انسان و هلاکت و جمله استعمال میکنید. در کتابچه پایتون نوشته کنین. بعد از او درباره اهمیت برق چیکار میکنین؟ در زندگی روزانه یک جمله ساده در کامنت برای ما روان کنین. بله شاگردکای خوبیم، در مورد چی؟ در مورد اهمیت برق یک جمله ساده بگوین. در کجا؟ در کامنت برای ما روان کنین تا ما بخونم شما چی میفهمید در مورد برق. خب شاگردکای خوبیم، خانه خالی کتابتونم پر میکنین. رسیدیم به چی؟ بله لغت ها. شماره لغت معنا شماره 1 سهولت چی میشه؟ آسانی. شماره 2 چی میشه؟ کشف، آشکار ساختن. شماره 3 هلاکت، مرگ و مردن. و شماره 4 خطر، ضرر. کار خانگی شما چیست؟ چند وسیله برقی را نام بگیرید و در کتابچه های خود بنویسید و کار خانگی که در کتابچه تان انجام دادین او را به ایمیل آدرس ما روان کنین تا ما ببینم که شما قشنگ و زیبا نوشته کردین یا خیر. خب شاگردکای خوبیم، درس ما امروز اینجا به پایان میرسه. خدا کنه که شما در مورد فواید و ضررهای برق خوب معلومات حاصل کرده باشین. خب شاگردکای خوبیم، چیکار میکنیم؟ صفحه ما را لایک و سابسکرایب کنین تا دیدار بعد. شما را من به خداوند پاک میسپارم که شاد و موفق باشین. خدا نگهدار.